امیل رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین طاغوت است، دشمن الله و رسولش. شما تمام دخترها رو فهمونی، اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا. او هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشون رو نمیدونن چیکار میکنن. لباسای سطر رو، سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم و داخل البته جناب که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شد. روزی انگاه چند ساله ممکنه؟ نه زنها در مردا در چند